این سوال الحال آوردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا. من از شما یک خواهش دارم، التماس با این سوال من پاسخ دهید. شخصانی که با بینک ها یعنی فالبین ها اعتقاد دارد چی گفتنی هستید؟ دخترانی که در بینی هایشان نت میبندند میگویند که این ثواب است، درست است یا نه؟ من نت چه نمیدانم چی است، شاید گوشوار و همون چی باشد، نگینه ماندن باشد. بینیش سوراخ کردن است. این بینی را سوراخ کردن برادر عزیز، من در یک کتاب خدا رحمتشون کند زیورات بهشتی نام داشت، نگاه کرده بودم که همون صاحب کتاب خیلی وای گویم که اجتهاد خودش بود که اگر برای شوهرش بینیش سوراخ کنه و اونجا نگینه گذاره و خب و در نزد شوهرش خودش آرا و تارا دادن گیرد، این درست است گفته است. لیکن بهترین صورتش همین است که ما در یگان حدیث و در یگان گویم که از آثار صحابه، از زنهای رسول، از زنهای اصحاب تا حال ندیدیم که زن از اونها در بینیش مثال نگینه داشته باشد. چشم من نرسیده است، اگر باشم مقصد من ندیدم. به این خاطر بهترین صورتش همین است که ترکش کنین و در گوش هاتون همو گوشوارکاتون اندازین، گردن بندهاتون در گردن هاتون، دستمانه هاتون در دستمانه هاتون، همین خودش الک بهترین زینت است. برای همین نکنین، خوبترین صورتش همین است. این هم یه حرج دیگر از یه مشکلات دیگر چی دفتر همین کردن. شما زیباگیتان خواهر عزیز، انشاءالله این صدای من که به گوش همه خواهرها رسیدگی هست و زیباگی شما آداب شما هست. اگر از هر دو جانب سوراخ کنید و بهترین گویم اگر نگینه را در همو بینید گذاری و لیکن زبان داری که شوهر در پهلوی تو یک دقیقه در طاقت ندارد، باور که نه نگینش میفارد، نه چهره زیباش میفارد، نه کرته قیمتش میفارد. از همه در بهترین نگین، بهترین زیباگی تو خواهر عزیز لفظ شیرینی توست، حرمتی توست. زن خوب سیرت خواه نزدیشت رو که آمیزگاری بپوشد عیوب. حضرت میگه اگر زنکی که تماما نمود ندارد گویم به حسن و به جمال های، خب مقصد خیلی همین مردک دیدن ده هم گویم زیباگی همون در بدروگی همون در خسته می شود، لیکن خدا فعل خوبش داده است، خدا آداب خوبش داده است، خدا در وجود او حکومت ایمانش جای کردگی است. حضرت سعدی میگوید که انا همین صورتی بدی تو را، همون شکلی ناخوبی تو را، سیرتی خوبت، اخلاقی خوبت، انا همون چادری حیای تو، همون احترام شوهری تو، همه بدروگی های تو را میپوشاند، همه بدروگی های تو را نابود میکند. برای همین خواهر عزیز نصیحت من همین است، بهترین نگینه، بهترین زیباگی خوش به حالت که اگر شوهر از تو راضی باشه. و اینجا سوال اولی دادن نسبت فالبین ها، من عقیده ما گفته بودم که فالبین کافر است، فالبین ایمان ندارد برادر عزیز و گرامی، و کسی پیش فالبین می رود وی هم ایمان ندارد. این حدیث پیغمبر خدا هست، کسی پیش فالبین می رود من اتا عرافا آمدگی است او کاهنا فصدق بما یقول، و پیش فالبین می رود. بعضی از بچه های ما و شما بین عصر 21 ما را مفکوره هاتون الک بیدار است. شما امروز اونقدر علم دارین که باور کنین در گذشته این خیل علم ها وجود نداشت، اینقدر بیداری در شما هست. با بزم همین رفته پیش یک فالبین و جادوگر ده چارزانو میزنی و مشکلاتات بیان میکنی و آن چیزی که وای میگه تو باور کردی. حبیب خدا گفت با آن قرآنی که به من نازل شده است تو کافر شدی. برادر عزیز و گرامی، وای باید بقدرترین آدم در محله ما و شما آدم فالبین باشد. آیا چه بدبختی است که نزد در فالبین رنگ مزارا شیدگی است. خیلی مزارا را یک وقت همین تلاطم داشتیم در بالاشان، حاضر نوبت در فالبینا شدگی است. ولی یک برادر اینجا مکتوب دارد، میگوید خدشم دارد
همه اینا سند دارد. بعد آدمای را قطعی صحبت بکنم به حجت نیست. یک نسخه هم داده است، میگه نسخه در چیزی نویسانده است و میگه جانب منگش گفت خاکای رای دور آمده، این ارزشی $100 داشت، نه که $50 هم بوده، $50 کفایت میکرد و دادر تا همین اطراف همین گردابگیر 200 کیلومتر یگان چیز به تو ضرر نمیرسانه. همین را دائم در بر نگاه دار. همو بیچاره همقه اخلاصی بسته که همو را تنش دور نمیکنه. میگم مرا بوده ما در آن شب ببینم همو را در دست من نمیته. همین که اخلاص بسته است. باور کنید برادر عزیز، وقتی در آن شب میکشایی امتحان یک خطی درست شادگی یک دو سه نقطه مانده است، چی از وی نمیدانی. $50 نرین دادرای عزیز، نرین، باور کنید گناهگار هستین. فالبینه روی ترش بودین. چگونه بعضی برادرای ما سوال میکنن که همین یک برادرم به نماز از قطیش همراهش گپ زنم یا نزنم، نانش خورم یا نخورم. نانی به نماز بخور، نانی آدم نماز نمیخوانه نانش خور. و همو لا اله الا الله میگوید و هم برادر مسلمانی توست، لیکن نانی فالبینه نخور. زیرا حبیب خدا میگوید کل لحم نبت من السحت فالنار اولی به. هر گوشتی که من الحرام هم آمده است، از حرام و از پاره و از ربا نشأ و نما یابد، این جسد ارزنده آتش دوزخ دارد. آیا یک برادر ما هم اینجا هستن، سحر اینجا ما یک جنازه گذرانیدیم، بابای تیمور خدا رحمت و مغفرت کنه که قوم ما و شما بود، اینجا نماز میخوان که امروز مهمان قبر است. خدا قبرش به روضه از روضه های جنتش مبدل گرداند. سوال کرد که یک خواهر اسلامی را یک جین غم داده ایستاده است که یا آب شفی را به گردن میگیری یا مکان تا ترک میکنی. همین هم از جمله سحر است. به این خاطر نه آب شفیش به گردن گیرین، نه دستهیش به گردن گیرین، نه خاک شفیش به گردن گیرین، هیچ به گردن نگیرین. برادرها هست مولانا مرحمت حضور دارن، رفته همو بیماری ها تو نخوانن، همگی همو جن ها همه گم میشون و همو فالبین ها و جادوگرای میگن همش جن دارن. نروین دادرای عزیز، علل خصوص بسیارتر زنها پایبندن، کوشش کنید اگر که رفت کدام عائله کدام پیش فالبین رفت تو نکاح نداری، نکاح در حال بریده می شود. شما باز تاکید میکنم برادر عزیز، یگانه رجوع به خدا کنید. به نام آن خدا آنقدر اخلاص به فالبین داری یا به یک قبر داری، اگر همون نیم حصهش تو به خدا حواله کن، الله اگر مشکلاتی تو را دور نسازد، در قسم خوردگیم کفارت در پیش خدا میتیم. به خدا حواله کنید دادرای عزیز، رو به سوی خدا بیارید.